پرده زبرا و پرده شید رول جزء پرده‌ای هستن که نصب بسیار راحتی دارن. شما داشتن یک دریل به راحتی میتونید خودتون نصبشون کنید. با ما همراه باشین تا نصب پرده زبرا و شید رو به ساده ترین شکل ممکن بهتون آموزش بدم. قبل از هر چیز باید وسایل و تجهیزات خودتون رو آماده کنید. این وسایل عبارتند از متر فلزی، دریل به همراه مته مناسب، پیچ گوشتی، پیچ و رول پلاک 4 یا 5 به تعداد لازم و در آخر یک نردبان یا چهارپایه مطمئن. ابتدا بهتره دو نکته رو مد نظر داشته باشید. اول اینکه نصب پرده زبرا و پرده شید دقیقاً به یه شکله و فقط ظاهر پرده است که تفاوت داره. مورد دوم اینکه پرده زبرا رو بسته به نیازتون هم میتونید بر روی سقف نصب کنید و هم بر روی دیوار که ما هر دو مورد رو بهتون آموزش میدیم. اولین مورد نصب سقفی پرده. اول از همه باید بر روی سقف یا طاق پنجره سوراخ‌های ایجاد کنید که پایه سقفی رو با پیچ به سقف متصل کنید. تعداد این سوراخ‌ها و تعداد پایه‌ها بستگی به عرض پرده شما داره. اگه عرض پرده شما زیر 2 متر بود 2 تا سوراخ کافیه، ولی اگه بیش از 2 متر بود بهتره برای ایمنی بیشتر 3 تا سوراخ ایجاد کنید. فرض می‌کنیم عرض پرده شما زیر 2 متره و ما باید 2 تا سوراخ رو سقف ایجاد کنیم. برای پیدا کردن محل دقیق عرض پرده رو در نظر بگیرید و از هر طرف 10 الی 15 سانت از ابتدا و انتهای پرده باید روی سقف با مداد علامت بزنید. اگه عرض پرده زیاده یه دونه علامت هم در مرکز این دو علامت ایجاد کنید. سعی کنید سوراخ‌ها در یک راستا باشه و عقب جلو نباشه تا مشکلی برای نصب ایجاد نشه. علامت‌های ایجاد شده رو با دریل سوراخ کنید و سپس رول پلاک‌هایی که از قبل آماده کرده بودین رو در داخل سوراخ‌ها قرار بدید. مرحله بعد پیچ کردن پایه است. پایه ها به گونه‌ایه که به حالت فشاری بر روی قاب پرده چفت میشه. یه حفره هم در بالای اون پایه داره که به وسیله اون پایه به سقف متصل میشه. مطابق شکل که میبینید پایه ها رو به وسیله پیچ و با یه پیچ گوشتی یا دریل شارژی به سقف پیچ کنید. در انتها قاب پرده رو با یک فشار مناسب داخل پایه ها قرار داده تا نصب پرده شما کامل شود. دقت کنید که باید یه صدای تق بشنوید. این صدا به معنی چفت شدن سریع قاب پرده به پایه هاست. حالت دوم نصب دیواری پرده. نصب دیواری هم دقیقاً مثل نصب سقفیه، با این تفاوت که به جای اینکه شما پرده رو به سقف نصب کنید باید دیوار رو سوراخ و پرده ها رو به اونجا متصل کنید. برای نصب بر روی دیوار علاوه بر اینکه شما به پایه سقفی نیاز دارید به تعداد اون پایه ها به پایه ال شکل هم نیاز دارید تا بتونید پرده رو بر روی دیوار نصب کنید. مطابق تصویر باید پایه ال شکل رو به پایه سقفی متصل کنید. به همان شکل و روشی که بر روی سقف علامت گذاری کردین بر روی دیوار نیز همین کار رو انجام بدین. علامت ها رو با یک دریل سوراخ و پایه هایی که به هم متصل کردین رو به دیوار وصل کنید. در انتها پرده رو بر روی پایه ها قرار داده و با یک فشار مناسب قاب پرده رو به پایه ها متصل کنید.